السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس لغة عربی درس 27 است. والله علم. در اینجا انشاءالله ما کمی درباره وقت‌های نماز صحبت میکنیم و نمازها را بیان میکنیم، 5 وقت نماز، و در دوام همین درس خدا خواسته باشد اگر ما فعل ها را بیان میکنیم انشاءالله. فعل ها وقتی که انسان خودش گپ زند یا که مثلا از نوع بسیاری گپ زند، همین چیزها را انشاءالله کم انشاءالله بیان میکنیم، چون که از چند بار طلب شده است که درباره همین کمی صحبت شود، چون که از در حقیقت چیزی ضروری است که باید انسان بگیم تصریف باید بداند که فعل ها چه صرف میشوند و چه گردان میشوند. الان نظر کنید که چه که سورت هم در اینجا بگیم که نمایان هست. الفجر گفته بامداد میگن. الساعة السادسة مثلا بامداد ساعتی 6 است. سادسه 6 میشه. الساعة ساعت میشود. العصر گفته عصر میگن. الساعة الرابعة والنصف ساعتی 4 میشود. العشاء خفتان. الساعة الثامنة والنصف ساعتی 8 میشود. الظهر گفته پیشین میگن. الساعة الواحدة والنصف ساعتی 1 میشود. المغرب گفته شام میگن. الساعة السادسة والنصف ساعتی 6 بیگاه بمانی که 6 میشود. الساعة السادسة والنصف ساعتی 6 نصف گفته به عربی همون نصف همون بسیار چیز در دیگه خیلی استفاده میکنیم، مثلا نصف نان، نصف خانه، نصف زمین، اما عربا در همین طریق استفاده میکنه که ساعتی مثلا که 6 همین خیلی به همین طریق استفاده میکنن. انا که الان انشالله بعضی کلمه ها و فعل ها رو متوجه باشید. کلمه های هستند که مصدر آنها را وقتی فهمیده شود، هر آینه از اون مصدر، غالبی مصدرها از یک مصدر 85 چیز فهمیدن ممکن هست، یا که زیادتر یا که کمتر. مثلا در جمع ما در درس گذشته گفته بودیم، مثلا الکتابتو نوشتن میگن. از این میشد که موضوعش ببریم، مضارعش ببریم، امرش ببریم. کتبه نوشت آن مرد. یکتبو می نویسد آن مرد. اکتب بنویس تو. اگر بگیم اینجا همین 3 کلمه هست، اما دیگر میتواند که از ای با مثلا کتبو در اوجه گفته گذشتگی هستیم، یا که یکتبون یکتبونه، یا که اکتبو، یا اینکه خرجه. الخروج به معنی برآمدن می شود. برآمدن. الخروج. خرجه یخرج اخرج. برآمد یخرج می براید، اخرج ببرا. دخله. الدخول به معنی داخل شدن میگن. این مثلا دخله یدخل ادخل. دخله یعنی که درآمد، یدخل میدرد، ادخل داخل شو. یکی القراءة به معنی خواندن میگن. مثلا قرأ یقرأ اقرأ. خواند میخواند، اقرأ بخوان. یکی الذهاب رفتن میگن. ذهب یذهب اذهب. رفت میرود بیرو. الفتح کشودن. فتح یفتح افتح. کشود میکشوید، بکشو. یکی الجلوس به معنی نشستن. جلسه یجلسو اجلس. جلسه یجلسو اجلس. شیشت مینشیند، بنشین. اگه این بگیم این همش از نوع یک نفر صحبت کردن میگن، به معنی که غائب هستن. همین امرش فقط حاضر هست خلاص. مثلا کتبه نویست آن مرد، چه گفتیم گذاشتیم، یکی خرجه، یکی دخله، یکی قرأه، یکی ذهبه، فتح، جلسه. اینها همشون میگوی که خواند، برآمد، دخله داخل شد، قرأه خواند، ذهبه رفت، فتح کشود، جلسه نشست. یک مرد از نوع اون مرد گپ زیستیم ما، اما خودش حاضر نیست، اون غایب است. از نوع اون ما صحبت کردیم. یک یکتبو می نویسد، یخرج می برای داخل میشه، یقرأ میخونه، یذهب میرود، یفتح میکشوید، یجلس می نشیند. اینا چی از یک نفر دیگه ما صحبت کردیم که میکند همین کار را. انا که امر در مقابل هم انسان صحبت میکنی. در مقابل هم انسان چی میگویی؟ اکتب بنویس. اخرج ببرا. ادخل داخل شو. اقرأ بخون. اذهب برو. افتح بکشو. اجلس بنشین.
ما در تعریف فعل گفته بودیم فعل چی را میگن، ماضی چی را میگن، گذشته را که اون فعلی که در گذشته صادر شدگی است، حاصل شدگی است، یا اینکه مضارع که در آینده میشود، یا که امر که طلب کردن همون کار را میگن. همین چیزا گفته گذشته با تفصیل تر. در یک چیز دیگر گفتنی هستیم که یک نفر بخواهد که بگوید که من همون کار کردم، مثلا بگه که نوشتم، برآمدم، داخل شدم، خواندم، مثلا رفتم، کشودم، یا که نشستم، همین را چی خیلی بگوید باید. ما حاضر الان گفتیم که کتبه نوشت اون مرد. وقتی بگیم که کشودم بگوید اگر انسان، یا که نوشتم بگه مثلا کتبه را اینه در آخرش تو را باید بیارد. کتب تو، کتب تو، نوشتم، خرج تو، برآمدم، دخل تو، داخل شدم، قرأ تو، خواندم، ذهب تو، رفتم، فتح تو، کشودم، جلس تو، نشستم. یعنی که نوشتم در زمان گذشته علاقه نوشتگی هستم، خرج تو برآمدگی هستم، دخل تو داخل شدگی هستم من، قرأ تو خواندگی هستم من، ذهب تو رفتگی هستم من، فتح تو کشودگی هستم من، جلس تو نشستگی هستم من. یعنی که صیغه واحدی متکلمی فعل ماضی معلوم می شود. این انا که بگو که ما خواندیم، یا که نوشتیم، برآمدیم، داخل شدیم، خواندیم، رفتیم، کشودیم، نشستیم، او را چی باید بگیم؟ مثلا کتب نه، نا را میاریم. اگر یک نفر گپ میزد تو را میآوردیم. وقتی که ما اگر اینومی همه گپ زدنی باشیم، کتب نه، نوشتیم ما همه، چی مردا باشن چی زنا باشن همش در این میدروید. کتب نه، نوشتیم ما همه انسان ها، مردها، زن همش در زمان گذشته صیغه جمع متکلم مع الغیر همش در جمع میتونن. کتبنا، خرجنا، یا کی برآمدیم ما همه، دخلنا داخل شدیم همه ما، قرأنا خواندیم همه ما، ذهبنا رفتیم همه ما، فتحنا کشودیم همه ما، جلسنا نشستیم همه ما. یعنی در اینجا فهمیدیم که ما اگر خبر دادنی باشیم یک نفر از گذشته که ما همون کار کرد هستم، تو را میاریم. فهمو کتب تو گفتی نوشته میشه. انا بخوای که از یک جماعت شما خبر بتید، کتب نمیگین، اینه که ما هممون نوشتگی هستیم در زمان گذشته. انا در زمان آینده میکنم، یا که میکنیم ما، چی خیلی بگین باید همون کلمه را. این با گذشتگی هستیم، اما کمی تفصیلات در کار است و اون خودی تفصیل دادیم در همین باره انشالله. مثلا بگو که نوشتیم، می نویسیم، یکی می برایم، داخل می شویم، می خونیم، می رویم، می کشویم، می نشینیم، باید چی خیلی بگیم؟ یکی می نویسم، یا اینکه می برایم، یا که داخل می شوم، می خونم، می روم، می کشویم، می نشینم، همه چی خیلی باید بکشم. اگر که سخن کردنی باشه از تنها از خودت سخن کردنی باشه که من همین کارو میکنم، در آینده وز نکرده سی، میگه که در اولش الف میاریم، الف متکلم رو. اکتبو می نویسم، اکتبو می نویسم در آینده. او که کتب تو گفتیم در گذشته بود، اکتبو می نویسم. یا که اخرجو می برایم، ادخلو داخل می شوم، اقرأو می خونم، اذهبو می روم، افتحو می کشویم، اجلسو می نشینم. از جماعت گپ زدنی باشیم در آخرش چی میگیم؟ نورا میاریم. چه کتبنا گفتیم، اینو میگیم، اینم چی؟ نون در اولش میاریم، نون فقط در همین فعل نون در اولش میاریم. او کتبنا در آخرش میاریم، اینو در اولش میاریم. چه خیلی نکتبو یکی می نویسیم، نخرجو می برایم، ندخلو می درایم، نقرأو می خونیم، نذهبو می رویم، نفتحو می کشویم، نجلسو می نشینیم. همین 4 کلمه را ما باید بدانیم حتما، چون که از اینها متکلم ها هستند، یعنی که سخن کننده خودش باید از اون خودش گپ زدن شید، مگر باید که من همون کار کردم، مثلا کشودم در رو بگه فتحتو میگد، اگر باید کشودیم فتحنو میگد در گذشتنی که کشودیم الکی خلاص کار کرده شده هستیم. اما در آینده کردنی باشد مثلا افتحو نفتحو، میکشویم یا که میکشویم. این فقط متکلم ها بدن، اما همین با
خیلی است که همین موضوع ها چندین لفظ قطعی میان. همین موضوع ها هم خیلی تیز نمیگیم که همین همشون موضوع هستن یا که همین کلمه ها مضارع هستن، همین کلمه‌ای که امر هستن. با دیگر کلمه ها رو ان شاء الله پیشکش میگیم فقط برای خواندن که شما الان که فهمیدین که موضوع گذشته رو میگفتن، مضارع آینده رو میگفتن، امر همین خطاب کردن یا که امر کردن در بتاجیگر امر میگن. همین فقط دیگر لفظاش هم الان پیشکش میکنیم تیز سریع ان شاء الله و دیگر ان شاء الله که با درس به پایان میرسونیم. مثلا موضوع بگیم، این موضوع دیگر لفظ اگر از بغض این گفتگی های خمون حفظ، فهم، ذهب، سافر، تعلم، تفاخر، اشرق، غرب، کلم، همین خیلی دیگر. یکی مضارع احفظ، نفهم، يذهب، تسافر، اتعلم، نتفاخر، يشرق، یکی همین خیل کلمه های مضارعش. از ترجمهش میگیم ان شاء الله. امرش احفظ، افهم، اذهب، سافر، تعلم، تفاخر، اشرق، مثلا اشرق، اغرب، کلم. هنا که در اینجا حفظه حفظ کرد، فهم فهمید، ذهب رفت، سافر سفر کرد، تعلم تعلیم، تفاخر بگیم فخر کرد، اشرق چی کرد، مثلا که اشراق کرد بگیم که شروق آفتاب میگن که اشراق کرد، که غروب بگیم غروب کرد، تکلم سخن گفت. یکی مضارع احفظ و حفظ میکنم، یاد میکنم درسم رو. یکی نفهم و میفهمیم درسم رو. یذهب و میره و تسافر رو یک سفر میکنه، اتعلم تعلیم میگم، نتفاخر فخر میکنه، یشرق مثلا که اشراق میکنه آفتاب. یک امر احفظ حفظ کن درس رو یاد کن، یعنی که افهم بفهم، اذهب برو، سافر سفر کن، تعلم تعلیم بگی، تفاخر فخر کن، اشرق چیکن مثلا که با معنی که اشرق با معنی که نورانی شدن، که اشراق کردن میگن. او غروب بگیم که بدرو، کلمه که اصلا در آفتاب بسیار استفاده میخورد، خیلی در انسانان بعضی استفاده میخورد با طریق های مجاز و وریان. کلم سخن بگو. دیگر که از کلمه های همین موضوع همش یک معنا قطعی است، مضارع همش یک معنا قطعی میان، اما بعضی لفظ ها بعضیش از بعضیش فرق دارد در استفاده کردن همون لفظ ها. مثلا یک شخصی که کتبه باشه یا دیگه شخصی که فهیمه هست، مثلا رنگ مانندی زیر زبرش کمی فرق داره، او را در باب ها گفتگی هستیم، در باب های گذشتگی. و دیگر کلمه هایی که الان میگیم ان شاء الله همین مضارع، مثلا ینام محمود، ینام خواب می رود، یعنی که خواب می رود محمود. یستیقظ محمود، می خیزد محمود. انا که می شود که اینجا کلمه بسازیم. یصلی محمود الفجر، می خواند محمود بامداد رو. یکی یصلی محمود الظهر، می خواند پیشین رو. یصلی محمود العصر، مثلا می خواند محمود عصر رو. یکی یصلی محمود المغرب، می خواند محمود چی رو؟ شام رو. یصلی محمود العشاء، میخونن چی رو؟ خفتن رو. میشه که دیگه اصول ساعت هاش هم به چسبانیم جملات بیاریم. یکی ینام محمود، مثلا خواب میره محمود، یستیقظ محمود فی ساعه کم هکذا گفته رفتن بگیریم. دیگه که هست ان شاء الله در آینده با دیگر فهم فعل های ماضی را با تفصیل تر با دیگه جمله سازی هاش ان شاء الله آوردن ممکن است ان شاء الله.